عزیزای بینده امروز آمدیم پروژه تایمنی شهر کابل تا گزارش برای شما به ثبت داشته باشیم و ببینیم که حال احوال مردم پروژه تایمنی از چه قرار است. تا آخر بینده برنامه ما باشین، مرا تنها نگذارین. چطور هستی شابگم؟ جان است. بخیر هستی؟ ساعتت خوب است؟ یک معرفی کوتاه داشته باش به بینده ها عزیز. تو معرفی که دیگه من نام شابگم من شابگم گفتم نام چی است؟ کل چیزی یک طرف همین دستکا چی است؟ این پشخارک چیست؟ ها؟ پشخارک چی داخل پشت خورک؟ کسایی که پشتش میخوره که از پشت خورده بخوره. آه گفتی. والا خوب چیز است عزیزای بینده. چی فروختی از صبح تا بالا؟ از صبح تا بگار از صبح تا بالا نگاه چیزا دیگه ولی چی معرفی کنم؟ شامپو، دستمال تر، صابون، پودر، میکاپ، لبسیرینا یارانسایی. از اون لبسیرینا یارانسایی دارن نشون میده. چرا معرفی کنم؟ خدا نام تا بگو، نام تا گفتم میدونی چی مصرفیه؟ سلام زمانی سما از خیرخانه وقتم شدیم پروژه تایمنی. چوب دمی خاطر دارم. دمی خاطر یک دو تا فیران سودا کردیم امروز یادداشت گرفتیم. یادداشت میگیری؟ از چند بجه اومدی؟ فقط از 6:30 بجه صبح. از 6:30 شد. از اینجا نمیشه بیرون برای. میشه. بیا بخیر که در کامرا خوبش بیایی. چای صاف. بیا بیخی بیرون بیا گمش. نه در قاطک دارم مدید معلوم نمیشه. خوب هستی؟ شکر بخیر. صبحت بخیر. همین پیسه و همه آرامی است که گوشتم به درد نمیخوره. یا همین کمی که گوشتم باید خواب باشی میخوای یا جا میگن نان پیدا کنم. چی باید داری تو؟ خور میکنه. خور میکنه. به درد نمیخوره کمی گوشتم. اما گرم باشه شکم سیر باشه که مردیم که شکم سیر بموری خیره گپی نیست. سلام و درود خدمت تمام عزیزای بینده. خدا کنه جور و سلامت و سرحال باشین و هر جایی که هستین دور از گزند روزگار. سریع جلال هستم در خدمت شما از چینل یوتیوب حریر میدیا. عزیزای بینده امروز آمدیم پروژه تایمنی شهر کابل تا گزارش برای شما به ثبت داشته باشیم و ببینیم که حال احوال مردم پروژه تایمنی از چه قرار است. تا آخر بینده برنامه ما باشین، مرا تنها نگذارین و عزیزای بینده نگفته نمانه در همین اول یک لایک کنین تا ما انرژی بگیرم و برنامه خوب برای شما به ثبت داشته باشم. و همونطور میرم طرف برادرم که همونجا طرفم سعی داره چپس آماده میکنه. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستی سعدمن؟ بخیر باشه. چی گپا؟ قراره. چی خبرا؟ خیره. چی خوردی؟ چپس. اگه میخورین خوشحال کنین. چطور بود مزه داشتنی؟ حالا خوب است. اگه خدا شما بکنین نوش جان کنین. زنده و سلامت باشه. اگه ان شاء الله واسه نوش جان میکنم تا آخر برنامه خلاص می‌کنم. اگه خدا ببینده ها یک معرفی داشته باشین. میرویس هستم باشنده کابل. میرویس عزیز چقدر وقت است که چپس فروشی میکنی؟ تقریبا 2 سال میشه. 2 سال میشه در مدت 2 سال. آیا برات فایده مونده؟ فایده میگیری یا نه؟ فایده همون قبلا خوب بود، جنس و چیزا ارزان بود، فعلا دیگه همه چیز قیمت شده. اما قدر میشه که روزگار تیر میشه دیگه. مقصد از بیکاری که خوب است. از کچولی کجا استفاده میکنی بچه؟ از کچولی افغانستان. کچولی افغانستان بامیان. تو با شیرین است یا ترش است یا تلخ است؟ چه قسم است؟ یگان توش تلخک میباشه. تلخک میباشه. کچولی پاکستان از خودش ولی تلخ میباشه. پاکستان تلخ. خدا نکنه پاکستان یک کشور از چی میگی بچه؟ بچه افغانستان مثلا خانواده که تا برام گفتی مکتب خواندی درس خواندیم ما 2000 خلاص کردیم. 2000 خلاص کردی باز ادامه بچه چی دیدیم که نه چیزی نمیشه دیگه. دیگه وقتی پول نداشتی واسطه نداشتی روزگارم که باشه سر سختی که نه بعد از نمیشه که ادامه. دیگه وقت است که باید واسطه داشته باشی. دیگه واسطه باید داشته باشی. قلم هم کسی یک واسطه است خودشو بچه. قلم هم واسطه است روزگار که سرت باشه دیگه افتادایت نمیکنه. اگر از نوع قلمت استفاده کنی هر جای رسیده میتونی در هر زمانی که باشه. مساعد نشده که یک وظیفه صحیح برای ما پیدا شه. ان شاء الله برات آرزو میکنم که موفق شی و با آرزوی دلت بخیر باشی، آرام باشی، زنده باشی. و از چپس بده که من نوش جان کنم که اونجا سوا کردی کاله یک دو دانه برادر عزیزم زیاد نیا 2 دانه زنده باشی و ورقه کن بان که یگان تا می برگر میخوره. پیام خاص گفتنی به بینده های عزیز. پیام دارم دیگه افغانستان یک آرامی، یک صلح و یک کار بار به مردم افغانستان کلی فقیر است، ناتوان است. یک کار باشه که مردم مشغول کار باشه. زنده باشی. یک آهنگم برام زمزمه نکردی؟ آهنگ خیال ندارم چیزی زمزمه کنم. یگان وقت دیگه که بازم بود زمزمه. خداحافظ. عزیزای بینده برنامه نو شروع شده، ادامه داره. با ما همراه باشین. من تا چپسک نوش جان میکنم. یک برادر دیگه ما رو پیدا میکنم. مرد تنها نگذارین. بینده های عزیز یک نفره که سر خوراک گیر کردم باش که چی میگه. سلام علیکم بیادر.
سلام علیکم. خوب هستی؟ من خلاص شد خوردی بولانی؟ خلاص شد بخیر. چطور بود مزهش؟ ریاکتشون کم نداره بود یک دفعه مزه داره. چرا نه هاتون؟ خوب بولانی دست پخت بیادر ما صاحبان دیگه مثلا. 100%. ریاکتشون کم نداره بیا که ما تو برای برین دو گوشم. موتر مسئله سپیده کسی. نه خیر نه بیا پیش این موترش استاد میشیم. چطور هستی؟ شکر خدا. حال احوالت چطور؟ خیرتی. نام خدا چه خوب سر صورت داری. زنده باشی شما مبودم. زنده باشی تو هم و خدا ببینده ها عزیز یک معرفی کوتاه داشته باش. قیس هستم نمیری شهر کابل تکسیوانی میگم. او قیس جان عزیز از صبح تا چقدر پیسه گرفتی از موترانی؟ حالا مشتری داشتی یا نه؟ خوب بود شکر بود یک 5.5 ساعت 6 ساعت وقت کردم. دی 5.5 600 روپیه چه خبر فایده میمونه؟ والا دیگه اینا نسبت به گشت است. خب یک 400 یا 3.5 مونده. موفق باش ان شاء الله. تا شام بخیر دیگه کل پیسه پیش تو بیان. بخیر ان شاء الله. بگو بنصافی نمیشه؟ بنصافی نه والا بنصافی نمیشه. نه خدا بچه خوش اخلاق معلوم میشه با ما یک زمزمه یک آهنگ هر کدوم آهنگ به تب دل دست. کاش که میاد میاد. میشه صورت نداری. والا چی بگم من یک آهنگ بخوام خیره که نمیگه ما صرف نمونه. والا بچهش نمیشه. نمیشه. از بینده نمیشه. یاد داره خود دلش نمیشه. تو اگه دلت چاو میخوانی. خب برات اینا میگم که خاطر جالب خیلی بگو. خاطره جالب والا چی بگم خاطره جالب فعلا والا واقعا در فکرم نیست. کدام وقت تکر کردی؟ 100% نفر زدی نفر زنده بود یا مرد؟ نه خدا باش که زنده برام. زنده برام کجاش کج کور شد؟ با دست پایش مایده کرده بود. مایده کرده بود. چند تاونی شدی؟ حالا یک لک 20000 روپیه. زادی کل زندگی تا خراب کردی در یک حادثه؟ والا دیگه نه خاطر جالب چیز ندارم. چرا نداری؟ پیشترم گفتم باید یادت بازم نشد. خب پیام خاصت به بینده های عزیز یک پیام برشان برسان به نوجوانان افغانستان. کدام پیام خاص نیست دیگه فقط زحمت بکشن نوجوانا کار کنن دیگه وطن خود جور کنن جای نرن دیم وطن باشن. موفق باشید. برو دریوری کسی کدام نفر دیگر باز نزنی. نه انشالله نمیشه. بینده های عزیز برنامه ادامه داره با ما همراه باشین ما تنها نگذارین و برادرم که بولانی میفروخت حاضر نشد که من مصاحبه کنم من خواستم امروز خودش کنم ولی حاضر نشد. برنامه ادامه داره با ما همراه باشین ما تنها نگذارین. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستی سلام؟ خیرتی است. آشکر زنده و سلامت باشی. جور هستی؟ شکر الحمدلله. هیچ خود بزامتم نمیکنی. بخیر فصل چه؟ استاد چای نه بچه. صبح بخیر. صبح شما بخیر. تو آغاز کردی روز بخیر. والا شکر میگم خونه. شکر از دیگه. در هر لحظات شکر. نامه چی است خدای که معرفی کوتاه داشته باش به بیننده های عزیز. کدام تلویزیون هستم میشیم؟ چنل یوتیوب هری میدیا. چرا معرفی کنم؟ خدا نام تا بگو نام تا گفتم میتونی چی مصرفی؟ سلام زمانی است ما از خیرخانه وقتم شدیم پروژه تایمانی. زنده و سلامت باشی جان جور. چی مسئولیت داری کاری چی هست؟ الله از من کاروتی میکرد چبلا چنوی سرپایی هستم. از چند بجه بخیر آغاز کردی؟ صبح که 6 بجه میم تایم خفتن دیگه. 7 صبح باز چند جور فروختی تا بالا؟ والا ناشکری نشد که نصیبم باشه از کاروبار نیست. نیست؟ نه. چند سال هستی؟ 20 ساله. 20 سال هستی؟ درس خواندی؟ خواندم دیگه کار غریبی بود دیگه ما از درس مانده. خب چرا درس خو مامانیت کردن؟ درس خواندم دیگه مشکلات زندگی است دیگه خودتون میفهمید. چی مشکلات داری؟ حالا گفتن وقتی نمیشه، مشکلات راز گفتن نمیشه. خب خیر ما زیاد تحقیق نمیکنم شاید راز باشه. خیر تو هم زنده و سلامت باشی. چبلق از کجا آوردی و از کجا میآید؟ شهر میارم برات. شهر میاد؟ خب اصل از کجاست مثلا این چبلق از کجا میاد؟ چینی است؟ از بینده چه خوب چبلقای است. چینو واقعا مال بسیار چیزای مال خوبی داره. واقعا مالای خوبی داره اصلا از نرم است ملایم است و نیست خوبش است شپ سعی نه باشه خودت خوب هستی که مالای خوبش پیش میاد. سلامت باش همچنین شما مهربان باشین. و یگان نقطه گیر است که واقعا هر گپ هر رقم میکشن ما که برشون چی بگویم تیک تاکرای صاحبه میگم که واقعا همون نقطه گیر هستن که میگی خراباس وقت تیک تاک افتادی. حالا خدافظی پیام خاص گفتنی به عزیزای بینده. خوش باشید سلامت و دیگه گفتنی نمیشه رقم تو هم زنده و سلامت باشی مصروف کاراتات خدافظ. عزیزای بینده برنامه ادامه داره با ما همراه بشین مرا همراهی کنین تا آخر. عزیزای بینده میرم کنار
پدر جان عزیزم که همینجا شیته نمیفهم نوشته میکنه نوت میگیره چی میکنه. سلام علیکم. پیران و علیکم السلام. خوب هستی صحت خیر باشی سلامت باشی. زنده و سلامت باشی. چوب دمی خاطک درم. دمی خاطر یک دو تا پیران سودا کردیم امروز یادداشت گرفتیم. یادداشت میگیری؟ بله. از چند بجه اومدی؟ فقط از 6:30 بجه صبح. 6:30. از اینجا نمیشه بیرون بری. میشه. بیا بخیر که کاملا خوبش بیایی. سایسا. بیا بیخی بیرون بیا گمش. دو قطعه در اومدید معلوم نمیشه. خوب هستی؟ شکر بخیر. صبحت بخیر. بس صبح شما هم همچنان. تو آغاز کردی چند جوره فروختی؟ 2 جوره فروختی؟ نه 2 جوره فروختیم. چندی فروختی؟ 5 سری فروختیم. بیا که اینو موتور نصب کنیم. چرا نه؟ نصب میکنی کلمه؟ کرای موتور ندارم. کرای موتور کلی صفحه سره. ایزون دو سلامت باشی خداوند صحت سلامت بده. ایزای بنده شوخی کردم. فرجان از نام چی است خدای معرفی کوتاه کو؟ نام حسیب الله است. حسیب الله عزیز. مدت چند سال است شما اینجا لباس فروشی میکنید؟ مدت 6 سال میشه. 6 سال میشه؟ با تو با فامیلان با دخترها میبینی یا نه؟ بله. علاقمند هستن دیگه. ای منتظر هستن که اینو برات شود دیگه. اینو برات. پدرجان بیا. زنده باشی. و این لباسات کجا برای پدر عزیزم؟ این لباسات یا پاکستانی است. پاکستانی بسیار سیستم خوبش داره از بینده و دختر خانمایی که واقعا چیزای نخی و مقبول خوش دارن بیان دیگه از پروژه تایمانی بخیر. کسایی رو میگم که در کابل هستن بیان بخرن. بازی جوری چند است؟ این جوری 6 است. جوری 6 است؟ باسمان چادرم داریم تو سرپد میگن. فقط تنها چیز است. سرپد نیست. مقبول است. دختمی کجا است؟ دخت پاکستان است. پاکستان است. واقعا بسیار زحمت کشیدن بسیار چیزا که خوب انتیک است. زیاد تنباندارش هم است. تنباندارش قسم است. تنباندار است. این شوپکش تنباندار است. شلوار داره البته. شلوار داره با یا 12 رنگ داره. خب یا واقعا بسیار چیزا که خوبش است. باز قیمت از چند میه؟ قیمت از این 900. 900 افغانی؟ چقدر ارزان میفروشید؟ نه دختر خانم‌ها باز کالاشون زیاد میشه. سودا نیست که بی بازاری مجبور هستیم ارزان. جانتان جور خاطر جالبت از پروژه تایمانی چی است؟ خاطر جالب همین بی سودایی و بیکاری دیگه. فقط همین. بله. ای زندگی خداحافظ پدرجان پیام خاص نداری ببین دفعه. پیام خاص ما دیگه زمین که هر جای باشن جور آرام و صحتمند تو هم جور آرام و صحتمند باشی خداحافظ. عزیزای بینده که پلان چرا قشوخی کردم گفت زده ببین که خفه نشده باشه و سوالات ازشان کردم که هم جالب بود هم باید میگفتن و برای ما معلومات میدادن و همینجا برادرم مصروف پاکاری دکان است. سلام علیکم. خوب هستی سازمان؟ برو ممنونیت نکو کدام کار بعد نمیکنیم. خوب هستی جان تو؟ چی؟ یک معرفی که خدا خوب هستی؟ نام شعیب جان عزیز عطر بفروشی؟ نام خدا چه خوب بچه استایلیستی عطرها رنگارنگ چی میگن؟ امی اولین اسپری هست که مدین زنجیرک داره چرا؟ خیال نو آمده. خب از بینده اسپری که نو آمده این زنجیر داره و این خیال پدلون نکنه کدام تا بسیار خوبشه. سیستم مقبول داره. نامک چی است؟ شعیب گفتی برام یادم رفت. شعیب عزیز مدت چقدر وقت است که یه دکان اسپری داری؟ از من نو میشه اگه یک 4-5 روز میشه. روز چی میکنی؟ بیا در خانه درس میخوام. چرا قاجز هستی؟ نیست. از خارج مارش خواهم بری؟ نه. خواهی جارم گفتی که از پیسایی دانت بزنه؟ آه. شیره خدا رسان از بینده بهترین اسپری که در دکان داری کدام است؟ و نامش چی است؟ نیاز فیشن کانتریز تو گود است. کریمی فاق. همین زید چطور زید؟ یام خوبش. از همین استفاده کنیم واقعا بسیار اسپری خوبش هست نه؟ خب خاطری جالب داری؟ نه. مزاحمت نمیشه میگه خب مصروفه کسی هیچ کنسای گپ نمیزنی؟ نیست. مصروف هست. مصروف هستی؟ خیلی خداحافظ. خدا. از بینده بیادر نام خدا تو عاجز بود. اولین بچه‌ای بود که در پروژه تایمانی قدر عاجز دیدم. دیگه برنامه ادامه داره با ما همراه باشین مرا همراهی کنین تنها نگذارین نظرات نیکتان با ما شریک شدین. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی سلام؟ تشکر. سلام. نام خدا سر شیشتن تو آکم هستی که والا چطور کنیم؟ نیست جورم نخودی بچه که باجرت بود از بینده. ها؟ تو گفتم باجرت بودی؟ شور بخوریم چی؟ شور بخواستا چه یک دفعه؟ استا چه یک دفعه خیره. خوب هستی جان جو؟ سلام. چی مصروفیت بخیر؟ الان نمیگه مصروف هستیم دیگه. مصروف چی هستی؟ مصروف کار بار. خوب استایل زدی کاربار تو را؟ طلایی. نظری. کاربار تو استایل طلایی زدی؟ نام خدا. ها؟ نام چی هست یک معرفی کو خدا ببینده های؟ نام فیصل.
فیصل جان چی می‌فروشی؟ همین لوازم فروشی یا داخل دکان مربوط؟ همین لوازم مربوط ماست. خب چوری کلا طلاس یا چی؟ این بیخی زر طلاس دیگه. ها؟ زر طلاس. طلا رو بیخ پزده. طلا رو پس. از ببین این طلا رو پزده دستم. کلا گفتم میشه نه برادر عزیزم قیمتش چند است؟ قیمت که زیاد ارزانه 2500 3000 1500 در قیمت داره. طلا نبره یک دفعه 2500 گفتی. گفتم زر طلاس دیگه نه؟ نه واقعا؟ 100%. خب بله. زنده باشی و چیزایی که جامو فروشی از صبح تا بال چی فروختی؟ والا شکر از دیگه. هر مال هر قیمت داره. هر مال ساعت گوشواره هر چیز. هر چیز خود قیمت داره. تو بچه سویل چطور تاجر هستی یک رقم؟ کی من؟ والا متاجس خوب از باشم. چرا؟ هیچ هم. هیچ هم تو نداره. ها؟ مکتب خلاص کردی؟ بله. پانتون خوندی؟ پانتون نه. پانتون نخوندی که بجرات هستی برو پانتون بخونه کمک میگم بجرات کم نخونه کسای خان شکایت ما بخونه. تو نگو نرسید نه یک جای کلش خارج ده. یه بار بخیر امتحان کنکور ما رو بتیم باز خدا مهربان است. خب منتظر امتحان کنکور است. 100%. خب با کسایی که نوجوان وطن ما هستن در ملک خود ما هستن یا کسایی که مسافرت کردند و پشیمان هستن چی گفتنی داری؟ والا گفتنی خاص ندارم خوش آرام باشن هر جا هست مسافرات خوش آرام باشن کسایی که دیگه هست دیگه. تو هم زنده و سلامت باشی. اما یکای تو یک بغل خلق کرده چرا؟ خودشون نکردی هم طرف استای. حالا مامون رقمه است. الا خندشو کشیدم. خدا حافظ بده. خدا حافظ تام. یک حالات خوبش از پشت سرم داشت از بینده. ما هم تو میریم طرف بالا شما بینده باشیم ما را همراهی کنیم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستی صحت من؟ خوب هستین صحت شما خوب است بخیر. چطور هستی؟ شکر از فضل خدا. حالا دیر بود پیش آمدم. حالا بازم خوشحال هستم که شما را میبینم. نه سلامت باشی چی گپا سال احوال چطور است؟ حالا شکر از فضل خدا زنده است میشه. خوب است یا خوبه؟ حالا اردوش است بعد نه. چی میفروشی این دفعه؟ دکان تغییر نکرده؟ حالا دکان برادرم از تا جای کار داره دکان. خب دیگه تو بیکار بود در دکانش. بله. چی فروختی تا بالا؟ همینجوری دیگه کنه کودر بزنه که سودا کردن. کودر فروخت چند فروختی؟ 120 تومن. 120 به چند وقت در جیبکت میمونی؟ حالا با خود ما نمیمونه نه چیزی که فروختیم پس امروز تسلیمش میکنم. خب نه خدا یک معرفی کو ببینده های عزیز زیاد قصه کردن. سلام علیکم برادر بینده عزیز. اسم که میبینید دیگه یک بار فهمیدید با امروز معرفی شدیم اسم ما منصور است. دیگه تا خلاص ما محمدی. زنده و سلامت باشی. بهترین چیز و بالاترین چیزی که در دکان داری چی از قیمت ترین؟ قیمت ترین دیگه زیاد فروشات میکاپ هم از دیگه اسپری هم از عطر هم از دیگه هر چیز از خود قیمت داره هر مال قیمتش مشخص است بالاتر از هر چیز فهمیدی یک چیز از یک چیز داری رنگ از کتا فهمیدی است مال تا مال از دیگه مال از دیگه زنده باشی برادر عزیزم خاطر جالب بگو برام حالا خاطر جالب دیگه فعلا چیز نه بود دفعه گفتی برام بود دفعه گفتم این دفعه دیگه فعلا دیگه خاطر بعد نداری خاطر بعد نه خاطر بعد خود زیاد است خب پشتش نگرده باشه دیگه چی بگم الله خدا جگر کنی بله خدا حافظ وطن زیاد است درد وطن زیاد است که ما فهمید غمای خود از سرشان پرتن خلاص بشه دیگه تو چند شد برازیا باید از خوشی آرامش همه چیز بر وطن نه سلامت باشی پیامت به بینده های پیام ما به بیننده های عزیز نمیست که تا که میتونن فهمید دست به دست یک دیگه بتن نگوین که فهمیدی جایز فهمیدی هر قوم پرستی و سام پرستی چیزی نکنن باید فهمیدی دست به دست هم بتن تا وطن بسازن تحصیل کنن درس بخونن که به یک مقام موفق باشید تشکر از پیامت امید که پیامش گرفته باشین و جذب کرده باشین از این گوش نبر بوده باشه برنامه ادامه داره با ما همراه باشید سلام بیادر خوب هستی؟ و علیکم السلام سلام جان جو شکر فضل خود چی گپاست؟ خیر خیرت چرا تو خسته و زله هستی؟ ها یکم خسته تو بالا میگیریم فکلی یام دفتر چرا یک جای گوشه قرار که استاد نمیشین؟ اینجا کسی نمیمونه کی نمیمونه؟ این دکاندارا که جای استاد کنیم راه بند میشه از کلش اجازه بگی از 10 نفر 5 نفرش اجازه داد تا ساعت شد دقیقه کس نشد نه یک نفرم معصوم میگم راه بند میشه راه بند نمیشه گوشه گکوستا چو ها گوشه گکوستا چو گوشه گکو اینجا راه بند میشه دم دکان مردم بند میشه خیر دیگه بیادری و رفاقتی باید رفاقت کنن کرده ها خیر اگام روز نامه که چیز یک معرفی کوتاه داشته باش ببینده های عزیز نام محب الله است ها باشنده کجا باشنده ولایت کابل زنده و سلامت باش چی میفروشی ها این چیزا که بنجاره است کل چیز یک طرف همین دستکا چی است این پشخارک چیز ها پشخارک چی ده خدا پشت خورک کسایی پشتش میخوره که از پشت خدا بخوره گتی والا خوب چیز است از بینده امید که شما هم شناخته باشین
خب دیگه چی چیزا فروختی از صبح تا بالا؟ اسف این چیزا رو قیتک کالا و مردم میخرن بازارش چطور است؟ والا خوب است شکر است همه قمیشه که روزگار میشه. خب از صبح تا بالا چند فروختی؟ چند تا جیب دست؟ یک 300-400 شده. 300-400 زیاد تا یک کم بنده. این 400 است. کراچی از خودت؟ از خودم است. خب کراچی که از خودت است خیلی مزه‌دار است پیسش. مزه‌دار است. همین که زحمت میکشی و از کف دست از اولای پایت پیسه به دست میاری نام خدا با جلت است. سلامت باشی. تو هم زنده و سلامت باشی. پیام خاص به بینده های عزیز. لی است که از اولاد خود کلای مثل مواره پیدا کنه رای مردم نگیره. رای مردم نگیره. پیسه مردم نگیره از این رای حق حلال پیدا کنن. زنده و سلامت باشی. تشکر خداحافظ وقت نمیگیریم برو بکار کات برس. عزیزای بینده اینجا یک شوخک دیگه سلام خوب هستی؟ چطور هستی؟ خوب است. حال احوالت چطور است؟ خوبه. چه خنده میکنی؟ ها؟ چی میفروشی دست چیه؟ خالته. خالته؟ دانی چند است؟ دانی 10 روپه؟ چند تاش فروختی تا بالا؟ 9 تا. 9 تاشه؟ 9 تاش 90 روپه. از چند بجه برآمدی؟ بیا که کمک گوشه از 8 بجه صبح تا بالا 90 روپه فروختی. نام خدا اینا دیگه کاربار جور است. خب ما وقت نمیگیرم کدام گفتنی پیام خاص به بینده های عزیز ندارم خالص. نداری؟ خیلی خوشم کرد معرفی شدم. خداحافظ. دوستان عزیز برنامه ادامه داره با ما همراه باشین. مبروک. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی صحتمند؟ جان جون زنده باشی. تشکر سلامت باشی. خدا یک معرفی کوتاه داشته باش به بینده های عزیز. اسم من عبدالواسی آخوندزاده است از ولایت کاپیسا. زنده و سلامت. روی یک تصمیم کاملا دور بودی. از چند بجه بخیر اومدی؟ ساعت 8 بجه. ساعت 8 چند جوره فروختی؟ برزن برزو و لباسای نیمکولم. یک جوره فروختیم بس تمام دیگه چیزی نه. از یک جوره چند فایده میمونه بعد؟ یک 50 روپیه 40 روپیه میمونه یسی. خب این بلوزای کجاست؟ این بلوزا چینایی است. عزیزای بینده چه خوب همین مال چین مال خوبش داره. بله چرا نداره هم خوب داره هم خراب داره چند رقم از یعنی. زنده و سلامت باش جان جور. و تا دیگر بنظر چند جوره میفروشی؟ دیروز چند جوره فروشی؟ والا این بستگی دیگه در بازار داره همشیره. بعضی روز میگه 4 جوره 5 جوره بعضی روز میگه دستاف هم میگه میری خانه تمام دیگه. خلاص دیگه. خب بازار وضعیتش خرابه دیگه معاش نیست. دیگه تنگانه دیگه بازار اما قدر داشت مردم خورد خلاص تمام شد پشت بار. خداوند برکت بفرستم که ما آرامی شه. آرامی خواست ان شاء الله همین پیسه و همین آرامی است که گوشنام به درد نمیخوره. یا پس کم میگه گوشنام باید خوب باشی میگه اجا میگه نان پیدا کنم چه فایده داره تو قرقر میکنه قرقر میکنه به درد نمیخوره که میگه اما گرم باشه شکم سیر باشه اگه مردیان که شکم سیر بموری خیر است گپی نیست. زنده باشی. تشکر از پیامت. پیام خاص درستی به بینده ها عزیز نداشتید؟ پیام خاصی نداریم. پیام خاص ما همین آرامش باشه صلح باشه امنیت باشه همین زبان قوم پرستی گم شه از وطن که ما آرام باشیم یکی به نام ازاره دیگه به نام ازبک دیگه به نام افغان دیگه به نام گپا سال نشه یعنی اگر اصلا یا نیستم خوش نمیفهم دیگه به خدا یک معلوم ولی نباید باشه. چرا ما شما کل ما مسلمان هستیم برادر خواهر یکی دیگر هستیم باید دیگه اما ما یکسان باید باشیم انسان نباید باشیم. موفق باشید. تشکر از پیامت. خدا سلامت باشیم بخیر باشیم. دوستان عزیزم تا اساس تا میریم طرف پایان شاید برادرای نوجوان ما یا پدرای عزیز ما حاضر شوند که چند دقیقه سخنان با ما داشته باشن و قصه هایی بر ما داشته باشن گپای دل خود به ما بگوین ما را همراهی کنین هموطنان عزیز تنها نگذارید. سلام خوب هستی؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شکر. بخیر. چطور هستی شاه بیگم؟ جان جون است. بخیر هستی؟ ساعتت خوب است. یک معرفی کوتاه داشته باش به بینده های عزیز. تو معرفی که دیگه من نام شاه بیگم گفتم نام چی است؟ نام اصلی ما احمد نظری. احمد نظری و دوستان عزیز به خاطر شاه بیگم گفتم میشه که مو یکاش یک بغل افتاده و نام خدا دیگه چی بگویم تعریف تو هم بیجور هستی ما هم بیجور هستیم دیگه یک مقبول تو یکی من خلاص دیگه تو هم اگه پدر میکرد نباشه طرف دیده نمیشه. راست میگی؟ از ما تو والا اون گپ نیست ما مقبول هستیم بدون گفتن. خب این پدر میکرد با کی ساخته شده؟ برای دخترها. این هم درست دخترها مقبول است. واقعا اگه با مردم بود مردم مقبول می‌بود. برای مردم است. نه نیست. خب ما استفاده نمی‌کنیم. خدا معرفی کردی. چطور از بازارات امروز چقدر فروختین؟ والا بازارا خوب است. شکر بازارا خوب است. شکر میشه. چی فروختی از صبح تا بالا؟ از صبح تا بگار. از صبح تا بالا اگه چیزا دیگه ولی چی معرفی کنم؟ شامپو، دستمال تر، صابون، پودر، میکاپ، لبسیرنا یارانه سهی. از اون لبسیرنا رو سهی نشون میدی؟ برای تو نشون میدی؟ برای کی نشون میدی؟
لبسینا خو از لبسینا ولی ما دارم. ما میگم که چرا یگان تا مرا ریان سعید میگم مثل بابا سالنگی. خوی لبسینا قیمتش چنده؟ برای تو 50 روپیه. دستت خوبی؟ ما وقت نخریدم. بر ما 50 روپیه چرا ارزان میتی لبسینا ریان سعید؟ ما به خاطر ارزان میکنیم که ارزان میتیم. خو ارزان میتی. در وقتاش کاریان سعید در کابل بود دیگه هیچ ارزان نبود. تو قیمت یارو مفروختن دانی 100. وقت که بازوک کی بود دیگه کاروبار هم بود. دیگه حالا ارزانی شده. ارزانی شده. البته لبسین چیزا از بینده دیگه چیزا رو نمیگم. بله. خب پیام خاص گفتنی به بینده ها عزیز. خودم پیام خاص ندارم. خداحافظ. بخیر باشید. زنده باشید. دوستای عزیزی بود گزارش امروزم که از پروژه تایمنی برای شما تهیه کردم. امید که چند قلبخند به لبایتان آورده با شما درد دل مردمتان آگاه شده باشین. تا دیدار بعد به خداوند یک تا و بی همتا میسپارم. تا لایک کامنت سابسکرایب یادتان نره. نظرات نیکتان رو با ما شریک سازید.